که آبجکت ما ساخته شده و در واقع بیس اولیه اون طراحی شده، نیاز داریم تا با استفاده از استایل ها و افکت ها طرح مورد نظرمون رو زیباتر کنیم. در واقع این افکت ها به ما کمک میکنن تا آبجکت مورد نظر ما از حالت تخت و دو بعدی خارج بشه و در واقع جلوه زیباتری پیدا کنه. خب با غیر فعال کردن این تصویر اسکن شده کارمو شروع میکنم. از منوی فایل گزینه پریویو رو انتخاب میکنم یا همونطور که قبلا هم گفتم از کلیدهای میانبر کنترل آر استفاده میکنم. حالا من یه نمای کلی از کارم رو میبینم. تمایل دارم توی این قسمت روی صورت کاراکتر کار کنم و روی بخش‌های دیگه‌اش یعنی لباس، کفش و شلوار اون سایه روشن‌هایی رو ایجاد کنم. در برنامه انیمه استودیو به دو شیوه میشه روی لایه‌ها افکت اعمال کرد. یکی از طریق پنجره استایل که افکت‌های اون شامل شیدد، سافت ایج، هالو، گرادینت، ایمیج تکسچر و دراپ شادو هستش. و بخش دیگه‌ای که برای افکت دادن میشه از اون استفاده کرد در قسمت لیر قرار گرفته. اگر بر روی لایه مورد نظرمون دبل کلیک کنیم با گزینه شادو و موشن بلر روبرو میشید. یادتون نره که در لیر ستینگ فقط با شادو و موشن بلر میتونیم کار کنیم. خب حالا بهتره که به صورت عملی کار رو شروع کنیم تا با نحوه کار کردشون شما بهتر بتونید آشنا بشید. لازمه اعمال جلوه های زیبایی اینه که مدام یه پیشنمایشی از کارمون رو ببینیم. خب حالا که رندر اونو دیدم ترجیح میدم که کمی زوم کنم روی چهره کاراکترم. پس با این ابزار کامرا زوم میکنم. به این صورت. اجازه بدید در ابتدا رنگ دسن اون رو از رنگ مشکی در بیارم. چون رنگ خوبی به نظر نمیاد. با کلید میانبر W یا ابزار لاین ویدث ضخامت دسن ها رو از حالت یک نواختی خارج میکنه. حالا دوست دارم یه سایه کلی روی صورت مدلم ایجاد کنم. پس روی لایه فیس دبل کلیک میکنم. وارد شادو میشم. شادینگ آن رو فعال میکنم. شما در این قسمت با گزینه آفست روبرو هستید. این قسمت در واقع میزان سایه ورودی رو مشخص میکنه. میخوام که میزان سایه ورودی کمتر از عدد 19 باشه. فکر کنم 3 عدد مناسبی باشه. در ضمن هیچ تمایلی ندارم که رنگ سایه به این تیرگی باشه. پس با کلیک کردن روی این قسمت در جهت تغییر رنگ سایه اقدام میکنم. به نظرم این رنگ مناسب هستش. این دایره که در اینجا میبینید در واقع جهت سایه رو مشخص میکنه که من جهت اون رو در واقع مناسب میبینم. زمانی که از طریق لیر ستینگ جلوه‌ای رو ایجاد میکنم حتما باید این اعمال تغییرات رو از طریق پریویو ببینم. پس دوباره از کنترل آر استفاده میکنم تا پیشنمایشی از تغییراتم رو ببینم. همانطور که میبینید این سایه اعمال شده کل تصویر رو احاطه کرده. در صورتی که من میخواستم بیشتر از این ناحیه سایه ایجاد بشه. در ضمن مقدار و درصد سایه کمه و زیاد محسوس نیست. پس دوباره باید تغییراتی رو ایجاد کنم. وارد تنظیمات سایه میشم. به نظرم عدد بلر بالا بود. پس این بار عدد 15 رو وارد میکنم. بله بهتر شد. الان میتونم روی ترانسپرنسی اون کار کنم تا یه مقدار وضوح بیشتری داشته باشه. حالا که رنگ پررنگی رو انتخاب کردم پس درصد ترانسپرنسی اون رو کمتر میکنم. تا این حد فکر کنم خوب باشه. میبینید که حجم ما اینجا خودشو خوب نشون نمیده.
پس میتونم درصد اونو بیشتر کنم. به این صورت. خب دوباره یه رندر میگیرم. خوب شده. به حجمی که مد نظرم بود رسیدم. حالا روی لب‌های کاراکترمون کار میکنم. رنگ لب و دسن اون رو در واقع من دوست ندارم. پس اولین کاری که میکنم رنگ‌های اون رو تغییر میدم. باز هم رندر میگیرم تا ببینم چطور شده. خب باید روی دسن‌های اون من کار کنم. دوباره پریویو میگیرم. در حال حاضر دوست دارم روی قسمت چونه کاراکترمون یه سایه‌ای وجود داشته باشه تا فرو رفتگی رو به خوبی نشون بده. با استفاده از ابزار دایره شکلی رو ترسیم میکنم. ترانسپرنسی اون رو هم میارم پایین. میدونید که سایه نیازی به دسن نداره. پس سایه دور شکل رو حذف میکنم. بذارید تو رندر نتیجه رو ببینم. میبینید که چقدر سایمون زمخت و تیز شده. برای رفع تیزی و زمخت بودن لبه ها ما میتونیم از افکت سافت ایج رو انتخاب کنیم. سافت ایج برای نرم کردن لبه ها به کار برده میشه. عدد 10 برای سافت ایج به نظرم زیاد هستش. پس من عدد 5 رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. مثل همیشه بعد از اعمال تغییرات نتیجه رو باید توی رندر ببینم. حالا بریم سراغ بینی کاراکترمون. چون میخوام سایه ها از یک توناژ رنگی باشه، پس از همون رنگ قبلی کپی میگیرم و روی شکل جدید پیست میکنم و دسن رو هم پاک میکنم. ممکنه شما در هنگام سایه و روشن دادن به کارتون مدام افکت هایی رو که اعمال کردید و نپسندید و اونها رو دیلیت کنید. اما من بهتون توصیه میکنم که نتیجه کار رو توی کل کار بسنجید و در نهایت میتونید تغییراتی رو ایجاد کنید. پس صبر کنید و از کارتون لذت کافی رو ببرید، چون در نهایت کلیت کار میتونه یه جلوه خوبی داشته باشه. خب حالا نظر شما چیه که یه براقیت کوچیکی روی بینی اون ایجاد کنم؟ از همون شکل قبلی استفاده میکنم و اونو کپی میگیرم و جهتش رو تغییر میدم. حالا باید رنگ اونو عوض کنم و به سمت سفیدی تغییر رنگ بدم. حالا بریم سراغ گونه های این کاراکترمون تا حالت برجستگی رو بتونیم نشون بدیم. سایه این قسمت رو کپی و برای گونه پیست میکنم. چون رنگ پررنگی رو انتخاب کردم، پس باید میزان ترانسپرنسی اون رو کم کنم. یعنی شفافیت رنگیمو کمتر کنم. سافت ایج رو چک میکنم. عدد 5 هستش که خوبه. خیلی بد شده. اصلا به کل کارمون نمیاد. پس باید دوباره اونو تغییر رنگ بدم. کمی هم باید روی سافت ایج و ترانسپرنسی اون مانور بدم.
حالا بریم سراغ چشمای کاراکترمون. دوباره این شکل رو کپی میکنم. برای چشم در واقع من میتونم از 2 طریق عمل کنم. یکی این که یک سایه برای زیر پلک بذارم و سایه دیگه برای بالای پلک. و راه دوم این که از یک سایه کلی برای اطراف چشم کمک بگیرم. من در اینجا امتحان میکنم تا ببینم کدوم یکی بهتر میشه. خب با این رندری که گرفتم حس میکنم باید درصد ترانسپرنسی اون رو کم کنم. سافت ایج اون رو هم بهتره که روی عدد 8 بذارم. همونطور که میبینید محدوده ای رو که سیاه کرده خیلی زیاد هستش. حالا اجازه بدید رنگ رو کمی پررنگ‌تر کنم تا زمانی که زوم بک کردیم، یعنی تصویر رو از نمای دور دیدیم، رنگ سایه این قسمت مشخص بشه. درسته، خوب شد. حالا برای قسمت بالایی پلک دوباره کپی میکنم و از این ابزار برای تغییر جهت اون استفاده میکنم. خب کمی باید با این پوینت ها بازی کنم. همونطور که در پریویو میبینید سایه پشت چشم اصلا مشخص نیست و خودشو نشون نمیده. پس ترانسپرنسی رو کمی کاهش میدم. حالا وقت اون رسیده که سایه گونه رو برای سمت دیگه هم استفاده کنم. پس اونو کپی میکنم. تغییر جهت میدم و کوچیکترش میکنم و با استفاده از کلید R اونو میچرخونم. به نظرم باید خیلی کوچیکتر بشه. بهتر شد. برای چشم دیگه هم اینطور عمل میکنم. سایه های این سمت رو با نگه داشتن کلید شیفت و انتخاب اونها و در نهایت کنترل C و کنترل V کپی میکنم. حالا یه پریویو از کارم رو میخوام که ببینم. اجازه بدید همین الان روی دسن‌های چشم کار کنم. دسن‌های پایین اون رو کمی نازک‌تر میکنم و دسن‌های ناحیه رو کمی ضخیم‌تر. خوبه. بهتره که برم سراغ